بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند که قلبها را به سوی نور می کشاند و خانه های را به خاطر عبادت خیش در روی زمین برمی افرازد. امروز ما در منطقه کمپ سخی شهر مزار شریف قرار داریم. عزیزان، قسمی که شما می بینین این فقط یک ساختمان ساده نیست، بلکه خانه ای است از خانه های خداوند، مسجد، محلی برای سجده، برای سکوت، برای اشک‌های نیمه شب و لبخندهای آرامش بخش دلهای خسته. اینجا جای خواهد بود که صدای اذان همچون نسیم صبحگاهی در کوچه ها جاری خواهد شد. جایی که کودکان خواندن قرآن را یاد خواهد گرفت، جوانان راه بندگی را و سال خوردگان آرامش عمر خود را در سایه ذکر پروردگار خواهد یافت. قسمی که شما میبینید به همت و تلاش این مردم خشت این مسجد چیده و دیوارایش ساخته شده است. عزیزان، این مسجد بذر امیدی برای مردم این منطقه بوده و آرزوی دیرینه این مردم بوده که تا این مسجد را همچون مسجد داشته باشه و این مسجد را خوشبختانه با کمک و همت این مؤمنین تا این مرحله ساخته شده. مسجد تنها یک ساختمان داخلی نیست، چون جای برای عبادت عمومی و یک محل تجمعات فرهنگی است. دارای وضوخانه باید باشه، آشپزخانه داشته باشه و همچنین دارای یک غسالخانه نیز باشه. قسمی که شما میبینین عزیزان دل، این مسجد دینی که دروازه نداره و این مردم واقعا توانایی را نداره. این مردم منطقه واقعا ضعیف است از نگاه اقتصادی. این صحنه مسجد قسمی که میبینین مکمل مربوط مسجد نمیشه و خوشبختانه کسی خداوند خیرش بده یک چای عمیق هم بر از اینا کندن. این قسمت که میبینین وضوخانه است و میریم که داخل مسجد ببینیم. عزیزان کسایی که علاقمند کمک باشه بر از این مسجد ضرورت به یک ساوند سیستم، ضرورت به فرش، هنوز ایزوگام سقفش مانده، این بسیار ضرور است. کسایی که علاقمند باشه انشالله خداوند اجر ثوابشان برسانه. این فرش که شما میبینید این فرش از خود مسجد نیست، بلکه بوجیایی است که بوجی سیمت است. سیمتش که در داخل مسجد استفاده شده، اینا رو دوخته برای ایام محرم استفاده کرده از به عنوان فرش از بوجی. این قسمت زنانش توسط پرده جدا شدن، زنانه و مردانه. این محل مردانه است. فرشایی را که شما دیدین عزیزان، فرشای امانت مردم است. هر کسی یک توته فرش آورده انداخته تا ایام محرم و عزاداری چند روز عاشورا از این استفاده کنند. خوشبختانه خداوند خیرش بده محترمه بانو سلطانی را، مؤسسه بنیاد خیریه سلطانی در کانادا، که با هماهنگی مؤسسه ارتقای مدنی رای تکامل مبلغ 14310 افغانی را که فرستاده بودند در این مسجد یک ساوند سیستم اهدا کردن. یعنی ساوند سیستمش خریده شده و امروز روز جمعه که تسلیم اعضای موسفیدا و هیئت امنای مسجد میشه. دو تا لاسپیکر است که در داخل مسجد گذاشته میشه. مسجد 12 در 18 است. دو تا لاسپیکر خرد، یک تا در مردانه یک تا در زنانه، برای فعلا کفایت میکنه. قسمی که شما میبینین واقعا متاثر کننده است که وضعیت فرش را مسجد دیدین که مردم از بوری یا بوجی های سیمت که سیمتش در داخل مسجد استفاده شده و از اونا به عنوان فرش استفاده کرده. عزیزانی که واقعا علاقمند باشه میتونه از طریق مؤسسه ارتقای مدنی راه تکامل هماهنگی شود و قسم همی زوگام این مسجد یک بانی خیر شود که همی سقفش زوگام شود که بدون زوگام نمانه، که زمستان واقعا باران است، برف است. و قسمی که میبینید یک دانه مایک است، مایک به خاطر اذان، به خاطر سخنرانی. این یک مایک گوشکی است که به خاطر اذان و به خاطر نماز برای مولای امام است. دیگه یک این میبینید که یک پرتابگر است. این پرتابگر در قسمت بالا در دو تا لد اسپیکر که میبینید در او وصل میشه. اسپیکرهای بالا در او قسمت وصل میشه.
هر گونه کمک مادی برای مسجد مصداق بارزی از صدقه جاریه است. هر چیزی که شما در مسجد یک مکان معنوی است هدیه میکنین، انشالله تا روزی که مردم از او استفاده میکنه اما خیر و برکتش به شما داده میشه. این لاین است که برای ما اسپیکر بالا از داخل مسجد و لاین هم به خاطر دو تا اسپیکرهای خرد است. دیگه این قسمت امپلیفایر است. امپلیفایر اینمو تنظیم کننده صوت است که در داخل مسجد مانده میشه. البته یادآور شوم که این امپلیفایر کلان که است قیمتاش خیلی بلند است، یعنی از 11-12 هزار تنها یک همین ساوند سیستم شروع میشه. و یک چیز متوسط اگه بگیرید در خانه های 14.5 18-16 هزار است که ما یمی امپلیفایر که 6 ماه کمی که خریداری کردیم که دارای 3 تا جای بلندگو است که برای همین مسجد مناسب بوده. یعنی انشالله که اهالی مسجد از این استفاده درست بکنه.